و نخست یک خبر مقامات انتظامی در ناحیه فیضاباد یک مرد را برای نفسگیر کردو کشتن ҳамсараш دستگیر کردند که علامت دیگری از ҳамчунон زیاد باقی ماندن зӯроварӣ به زن در تاجیکستان است. وزارت کارهای داخلی با نشر بایانیای رسمی خبر داد که زیёبег Раҷабов ساکن دهه مهرآباد ناحیه فیضاباد روز 18 اوگوست یعنی دیروز در زمینه رشک و بدگمانی ҳамсари 49 سالش ҳавасгул Умароваро در داخل حمام لاتوکوب کرده، سپس با سیم آلومینی حلق او را بسته و نفسگیر کرده است. نظر گمانزد به آدمکشی معلوم نیست. قتل همسر در تاجیکستان سالهای آخر زیاد شده است. فقط امسال وزارت امور داخلی درباره نکمتر از 6 مورد قتل همسر، تهدید به جان او و یا به خودکشی رسانیدن آنها خبر داد. در 2 سال گذشته بیشتر از 10 مورد زنکشی در تاجیکستان ثبت شده است. حامیان حقوق این همه را بیانگر تلاش‌های ناکافی حکومت برای محو زوروری به زن و خشونت خانوادگی خوانده پیوسته آن را تنقید می‌کنند.